منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر انگلیس شد. چلسی لیگ برتر انگلیس را با برد خانگی تمام کرد. خداحافظی کلوب با لیورپول. سلام و خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در هفته 38 از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی و وست هام یونایتد به مسافه هم رفتند و در نهایت در این بازی منچستر سیتی موفق شد با نتیجه 3-1 به پیروزی برسد و قهرمان رقابت‌های لیگ برتر انگلیس شود. به گزارش ورزش 3 رقابت میان منچستر سیتی و آرسنال در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس تا هفته پایانی یعنی هفته 38 ادامه پیدا کرد و در نهایت سیتیزن‌ها بار دیگر به قهرمانی رسیدند. منچستر سیتی تیم صدرنشین بود و برای قهرمانی کافی بود تا در هفته پایانی به پیروزی برسد و در نهایت هم این اتفاق رخ داد و تیم گاردیولا با نتیجه 3-1 وست هام را شکست داد. گل‌های منچستر سیتی را در این بازی فیل فودن 2 بار و رودری به ثمر رساندند. آرسنال هم در بازی خود به مصاف اولترافورد رفت و در نهایت با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. این پیروزی برای آرسنال فایده ای نداشت و در نهایت این تیم در رده دوم جدول لیگ برتر انگلیس فصل را به پایان رساند. حالا تیم پپ گاردیولا برای 4مین بار پیاپی قهرمان لیگ برتر انگلیس شده و نشان داده است که در این رقابت‌ها شکست را نمی‌پذیرد. هفته 38 و پایانی رقابت‌های لیگ برتر انگلیس با برتری خانگی برای چلسی برابر بورنموث پیگیری شد. با گزارش ورزش 3 تیم چلسی تیم ششم جدول رقابت‌های لیگ برتر انگلیس در هفته 38 این رقابت‌ها در ورزشگاه خانگی خود یعنی استنفورد بریج به مصاف تیم بورنموث رفت و یک برتری را در هفته پایانی و در پایان 90 دقیقه کسب کرد. در نیمه اول چلسی میزبان در دقیقه 17 توسط مویسیس کایسدو به گل اول خود رسید و همین یک گل برتری برای چلسی تا پایان 45 دقیقه ابتدایی بازی باقی ماند تا در نهایت شاگردان پوچیتینو با نتیجه 1-0 نیمه اول را از بورنموث ببرد. در نیمه دوم این دیدار باز هم توپ و میدان بیشتر در اختیار یاران آبی شهر لندن بود و هافبک های چلسی بارها با پاس های خود موقعیت های خوبی برای مهاجمان خود مهیا کردند و در نهایت در دقیقه 48 و تنها 3 دقیقه پس از شروع نیمه دوم حملات چلسی جواب داد. این بار هم رحیم استرلینگ بود که روی پاس کول پالمر گل دوم تیم خود را زد. با برد چلسی این تیم با 63 امتیاز در پایان فصل لیگ برتر انگلیس تیم ششم جدول لیگ برتر انگلیس شد و بورنموث هم با 48 امتیاز تیم رده 12 جدول لیگ برتر انگلیس لقب گرفت. یورگن کلوپ سرمربی آلمانی با هواداران لیورپول خداحافظی کرد. با گزارش ورزش 3 دوران 8.5 ساله کلوپ در آنفیلد امروز با پیروزی 2-0 مقابل ولورهمپتون در آنفیلد به پایان رسید تا 305مین پیروزی کلوپ در 491 بازی به دست بیاید. بعد از پایان بازی کلوپ هواداران را ترغیب کرد تا نام آرنه اسلات سرمربی جدید را بخوانند و او را حمایت کنند. به نقل از ESPN کلوپ گفت: از شما میخواهم نامش را بخوانید. آرنه اسلات وقتی فصل بعد آغاز شد و سرمربی جدید ایمان داشته باشید و هیچ وقت از این کار دست نکشید. من آدم‌های زیادی دیدم که دارن گریه میکنن، منم چنین حسی دارم، اما تغییر نکته مثبتی است. اگر شما رفتار درستی داشته باشید همه چیز خوب خواهد شد. من هیچ یک از این لحظات را فراموش نخواهم کرد. بازی و بخشی از این خانواده بودن یک احساس فوق‌العاده‌ای دارد. ما در این استادیوم بردهای زیادی جشن گرفتیم. از همه شما متشکرم. احساس نمی کنم رابطه ما تمام شده، بلکه تازه آغاز شده. بازیکنانم را دیدم که با تمام قوا و توان جنگیدند و به آن هم افتخار می کنم. این بود بسته خبری امروز. تا دیدار دیگر، بدرود.